با درود خدمت دوستان عزیز. بحث امروز ورود به کارپوشه و انتخاب شرکت معتمد هستش. دوستان دقت کنید، در مبحث شرکت معتمد حتما شرکتی رو انتخاب کنید که خدمات خوبی رو به شما ارائه بده. خب از قسمت my.tax.gov.ir وارد وبسایت درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان مالیاتی میشیم و از منوی سمت راست ورود به کارپوشه رو انتخاب میکنیم و از لیست پرونده های مالیاتی خودتون پرونده مالیاتی مورد نظر رو انتخاب کرده و ورود به پرونده رو کلیک میکنیم. خب جهت عضویت در سامانه مؤدیان، قسمت عضویت شرکت معتمد یا سامانه دولتی رو انتخاب میکنیم. خب دوستان دقت کنید، جهت انتخاب سامانه میتونید از منوی بالا یا دکمه بالا انتخاب شرکت معتمد یا سامانه دولتی رو کلیک کنید. خب یک سرویس شرکت های معتمد لیستشون اینجا هست که در آینده احتمالاً اضافه هم خواهد شد. شرکت های متعددی در اینجا وجود دارن که سامانه ستاد، سامانه جامعه تجارت، سامانه سامن. دوستان دقت کنید به نوع مجوزشون و شما مکلف به این داستان هستید که جهت ثبت شما باید حتما نوع 1 باشه. جهت خدمات و آموزش میتونید نوع 2 و 3 رو انتخاب کنید تا بتونید در آینده اگر مشکلی داشتید یا کاری پیش اومد بتونه نوع 2 و 3 به داد شما خواهد رسید. پس من به صورت پیش‌فرض یک سری شرکت ها رو در اینجا دارم. به صورت پیش‌فرض یا دیفالت خودم سامانه جامعه تجارت رو انتخاب میکنم که نوع 1 هستش و تیکش رو انتخاب میکنم که شناسه شرکت هم در اینجا میتونید مشاهده کنید. خب گزینه بعدی رو کلیک میکنم. میتونه با کلید خود من باشه که در قسمت آموزش دریافت کلید CSR به شما آموزش دادم، یا خود شرکت معتمد به شما کلید میده که من امروز مبحثم نوع کلید 1 رو و یا با کلید مؤدی یا با شناسی شرکت معتمد انتخاب میکنم. پس از اینکه انتخاب کردین میتونید یکی از کلیدهایی که در سامانه انتخاب کردید رو وارد کنید که در قسمت شناسی یکتای حافظه مالیاتی دریافت کردید و گزینه بعدی رو انتخاب کنید و پایان این داستان رو اجرا کنید. خب من مبحث دومی که میخوام شروع کنم مبحث شرکت معتمد هستش با کلید غیر مؤدی. انتخاب شرکت معتمد رو انجام میخوام بدم و سامانه جامعه تجارت رو انتخاب میکنم و گزینه بعدی و با کلید شرکت معتمد هستش. گزینه بعدی رو کلیک کرده، شناسه یکتا رو به من اختصاص میده، گزینه بعدی و اتمام ماجرا و پس از بستن شرکت معتمد من انتخاب میشه. دوستان دقت کنید فهرست شرکت های معتمد در اینجا قرار داره، یعنی با خود کلید مؤدی رو انتخاب میتونید بکنید یا با کلید شرکت معتمد و سامانه دولتی که من در اینجا با کلید مؤدی نمونه انجام شده رو برای شما قرار دادم. با موفقیت و آرزوی خوشبختی برای همه شما دوستان عزیز، اکبری از مالیات من.